اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز پنجشنبه. کنسولگری افغانستان در کراچی اعلان کرد که 170 افغان به شمول زنان و کودکان از زندانهای پاکستان آزاد شده اند. کنسولگری افغانستان افزود که این زندانیان افغان دیروز آزاد و به افغانستان فرستاده شدند. وزارت دفاع ملی میگوید 54 تن مجاهدین از قماندانی آموزشی محاربوی مشترک فارغ گردیدند. شاروالی کابل میگوید کار ساخت پیاده‌روها و رنگامیزی کاتاراهای ساحه پل سوخته ادامه دارد تا این منطقه به مکان زیبا و مناسب شهری مبدل گردد. مولوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید گروه‌های خارجی که از سخنان سران و رهبران امارت اسلامی سوء استفاده می‌کند و به نوعی می‌خواهد بین آنها اختلاف ایجاد کند و شایعه پراگانی کند، این آرمانشان را به گور خواهند برد. از سوی اداره ملی استاندارد 22 تانکر تیل بی کیفیت دیزل و پترول در بندر اسلام قلب کشور ایران مسترد گردید. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی میگوید یک هیئت کمیته سویدن با آقای مولوی غلام شهامت سرپرست اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی دیدار نمود. شیخ محمد قاسم خالد والی کابل با سفیر ترکیه و برخی دیگری از نمایندگان در مقام ولایت کابل دیدار کرد. والی کابل در این دیدار ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان زلزله اخیر در مورد روابط تاریخی ترکیه و افغانستان و توسعه همکاری‌ها بحث و گفتگو نمودند.